کردم. من برادرو یک هفته در شهر سنت پترزبورگ میشم. خدمت امین چی در همین جایی بیا برادر از نزدیک اینا من تاجیک خدم کمک کنم یاردم تو کنم ارزوم تو کنم خدمت شرایطی موی سر چسبونی داری موی سر تا بچسبون چیکار تو کنم دیگه شروع نار با خاطر خدا نکنی بحث نکنی. من یگانه تاجیکیم که الحمدلله برای یا زلیونیم در همه بالنساش میرم اینم خیلی به سری بلند میدرم تاجیک خودم کار مینم میناد نمیکنم تاجیکی که دمیجا موی سر چسبونده استودیان ریش میچسبونن قش چسبونده استن در حالتی که با سبب های ریختنشون چیکار میکنم فخر کردم میدرم здесь есть шапка брат одну میدرم الحمدلله با سری بلند. من ندارم علم متاسفانه مجاهد بچه‌ای که ریش ندارن. برادر عزیز у нас вперед наш дорогой доктор Вели находится в Санкт-Петербург по поводу пересадки волос. У нас сейчас сегодня сколько операций было? Сегодня у нас 2 операции был, сейчас второй. Пересаживает, третий этап начался. Третий этап, да, здесь у нас? Да. 7 сейчас пересаживает. Пересаживает уже второй этап. Первый этап у него второй? Первый, да? بچه‌ها عزیز اینم خیلی موی سر میچسبونه رقمو داره اکرم آریان خواهر سلام علیکم دامجه نوشتگی شه و هم خدای رحمت برای دستگیریتون خدمت گوشم کاری بخش که پس من گفته باشین علام میکنم. این برادر تاجیک چشماشو مخام کردیم نشناسنش بود بالا بزنم خلاصه که الحمدلله موی سرش چسبونده است. сколько граф брат ему? 3700. 3700 да? یعنی یک 3700 ریشه از پس سر میچینن در پیش سر میچسبونن. این خواهرها کار کرده استودیان. برادر عزیز با دقت گوش کنید. هر نفرت که چیکار کردن مخ چسبوندن این رقم آریان رقم 904 604 85 70 91 همین سر تا از 4 طرف صورت بگی در واتساپ شون پارتو وقت دیگه ننویسی چی سلام علیکم می‌نویسی здравствуйте می‌نویسی یعنی که ادمنستراتور شو ترکمنکای دخته به زبانی روسی گام بزنه پارتو در همین چی واتساپ شون پارتو از 4 طرف صورت بگی پارتو و از تاش بنویس از نوع بابا جان وابسته به کلی سر تو نرخ میمونه ان شاء الله 10000 20000 15000 شما را ارزان میکنن. شهر سنت پترزبورگ در شهر رستو در شهر کازان در شهر مسکو مترو بلاروسکی و نیکراسوفا و در دبی ازبکستان شرکتاشون برادر عزیز خواهش میکنم من دیگه زن پن نمیگیرم بابا جان زن نمیگیره نه التماس من توبه زنگیری کردم آدم با آدم یه زن بس شه زن دیگه دور کنی زن بس توبه زنگیری خوب صورتو بچه‌ای که مقصد به سبب سوختن ریشاتون میریزن یگان مقام لقا مقصد سراتو کل شدگی هم برادرو از 4 طرف صورت بگیری پارتو خواهش میکنم مایلش التماس ما موی سر ما چسبوندگیم برادرو موی سر ما منم چسبوندگیم دم شرکت خواهش میکنم از 4 طرف صورت بگیری پارتو التماس در شهر ایرکوتسک نیست باز تکرار میکنم در کدام شهرهای رستو ندانو در شهر کازان در شهر سنت پترزبورگ در شهر دبی ازبکستان و مسکو که باشه مترو نیکراسوفا بلاروسکی همه همیا یک چی است یک تا نمبر دارن ریشورم پر کرده میشه بله ریش میچسبونه برادرو ریشایی که بچه‌ای که ریش ندارن خیلی بعضی آدما هم خیلی است خواهش میکنم صورت بگیره 4 طرف یعنی که پرس نشون تو بدیم یعنی که نرخنامه این است برادرو ببینید ای 600 گراف 70000 سر میشوه ای 600 تا 1000 گراف یعنی گراف چی ریشه میشوه 80000 ای 1000 تا 2000 90000 ای 2 تا 3000 100000 ای 3 تا 4000 110,000 ای 4 تا 5 120 ای 5 تا 6 130 ای 6000 بالاش تا 100 یعنی نرخنامه شو ده اتاب ای 140000 بالا نیست بعضیش که اگر دیگه فقط یک رقم دارن باز تکرار میکنم کدام شهری که باشه بعد شما را نرخ یعنی направление میتونه نمره وراچ میتونه اما از همین 140 ای 100000 همین 100000 رو گفتم مثلا میگه از نام من گفتم با کدام خاطر نام من یعنی که ما قطع شهر نام میخیله که بچه من تاجیکای خدمت حرکت میکنم که از نام من گفتم سکیتکا کنم بسیار تاجیکای هستن برادرها پسشو نزنم میرم کبر و غرور دارن نام بابا جان نمیگم 140000 میگم شما میگم سلام علیکم اما 130 120 الحمدلله بعضش 100 بعضش 80 هم کردگیم الحمدلله با هم خاطر من میکنم الحمدلله از یا سومی خدمت برای رکلام میگیرم اما شما جا دشمن میکنی گناه میگیری از اون در دستگیری کنی برادری کنی ان شاء الله در خدا نشانت یا پروردگار در موی سری مسلمان و تاجیک خور نزنه زد در خدمت این برادرو با هم خاطر
اینه بدبخت نیسته که پایون همی چسبونن و برامو بیا گپ گنده بسیار میدونم با خدا من همی خدا رحمتش کنه بیبی داشتم همون قدر نریبت که ببین تمام همی گپای کاغذ پیچی خوب میدونید یک گپ میگم در بینم قمرده بعد عیب میشوه التماس نکنی خواهش میکنم تاجیک دستگیری کنی خواهش میکنم تاجیک دستگیری کنی دوستان عزیز 7 میلیونیم یا 10 میلیونیم در دنیا بسیاریم الحمدلله تاجیک‌ها دنیا بسیار هستند افغانستان و ازبکستان دیگر جا هم را اما در همین تاجیکستان خودمون 10 میلیونیم التماس سرجم باشیم اتفاق باشیم نخواهیم که یک دشمن بیاید در مابین ما بدروه وای با زبان تاجیک حاجی میرزا را پس میزنه وای با زبان تاجیک ایشون نوردین داملا عبدالرحیم دیگر را پس میزنه وای تاجیک نیست وای میخواه ناآرامی و جزیری وطنه ای برادرو در مابین همین ترکمنا این هم قورچو میرم الله شاید با سری بلند قچون نعره میزنم داد میزنم بعضی محل سپورید میکنم در این اپیراسگاهش میدرم شکر الحمدلله برادر عزیز تاجیکی خطونم ای بم برم تاجیکی خطونم چیکار کنم تاجیکی خطونم به همون خاطر سرجم باشه الله برکتون تیا من دوست میدارم یعنی که مسلمان خصوصا همه مردم غزه را بیچقدر عذاب کشیدن همه با ما را درس نیست 2 میلیونن چقدر بمب باران شو کرد یگان دولت کمک کرده شو نتونسته همه خپای وطن و آباد است همه سرجم بایستیم چیکار میکنیم خواهش میکنیم پلوس مینوس 2 میلیون مهاجریم اگر که باشیم در 2 میلیون شاید مثلا 1 میلیونش کار میکنه دیگرش در اوچوبا و در مهمونی هم خیلی اما همه هم باید قدر کنیم التماس الله همه ما را هدایت کنه موهی سرچسبونی فهمیده الله برکتون تیا هر گیجا باشه با خدا من تعریف نمیکنم همین بلاگرها را دستگیری کنی من اگه قماربازاش نمیگم بگیش که قمار را بس کنه اما همیش که خدمت میکنن خدمت گوناگون یک کس نصیحت میکنه شعر میگه مقصد مرده میکنه همین بلاگرها را دستگیری کنی به خاطر چی سال کرانتین شما شاهده که ما و شما در خونه ها یانباش بودیم همین بلاگرها ویدیو کرده از بیزنسمندا سوم گرفته رفتن سکلادو دا پر کردن که حبیبلو یا بسیار بودن از همونجا مردم نام دادن یعنی که ما را در عرصه بین المللی نام تاجیک به کدام خاطر گفتن یگانه ملتی که در حالت گشنگی در حالت کرانتین ملت چه نپرتوف در بدر مسکو گشتن دیگه شهرها گشتن بایا سوم دادن پروداکت خریدیم تقسیم کردن با هم خاطر بلاگرها را بد نبینی هستن بلاگرها به معنی که از روی بعضش مقصد خیلی خوب نیست ایزو میکشه اینه که من از برادرها ای کلیگان ای بلاگرها خواهش میکنم بخشی زیاد منم یک بنده پر گناهم قمار بس کنی خواهش میکنم بچهای قمارباز نکنی والله اگر که خانه بخری خانه بزنی چی میگن لنجلاور بزنی برادر عزیز وای حرام است پلی حلال ختون حرام نکنی بعدم بلاگر عزیز الله برکتون تیا در پستی بلندی در همه جا در بر ملت هستی بعدم برادر سرجم باشه من دوستو میدارم بخدا بعضی دشمن میکنه با یک وقت اکا بخشش اکا خطا کریم تمام اما به خاطر الله نکنی دستگیری کنی یگان بلاگر از خونه یگان کس نرفته یگان چیز ندزدیده یگان کس فن نکرده هر چی میکنی ختم باور میکنی هر چی میکنی سوم میپرتوی قمار میزنی شما را میگه گناهگاری بچه‌ها علیشیر بابا جان یک زن نمیگیری یک عروس هست نه بس کردم خواهش میکنم آدرس های پیتر را میگم برادرای آدرس های پیتر آز میگم تو اینا اولیسا ترکو 13 هست اولیسا ترکو 13 متروی جای اینا برادرام اسکرین شات کن شهر سنت پترزبورگ اینا سنت پترزبورگ اولیسا ترکو 13 کورپوس 1 خوب برادرام این همین پرسات کابالوس این همه همین رقمش اسکرین شات کنه رقم رو اسکرین شات کنه این در همه شهرش هست خوب برادرها با شما بود بابا جون 88 خوب الله برکتون تیم میگم من ترا گوش میکنم موی سر از برای ریش چسبوندن برای قوش چسبوندن برای موی سر چسبوندن از پسی سر میگیرن ای تای کش ای تای گردن ای ریش ای دیگه ای پیشی بر نمیگیرن یا پسی سر دونرز که نباشه از نچ نیست
خب خدا خیر کنه. این результати موی سری من برادرها انشالله плюс минус 3 ماه دیگه هم بده 3 ماه بعد بابا جان красавчик میشه یعنی که موی سر بمب میشه الله برکتون تیا سلامت باشید دوستان عزیز الله برکتون تیا چانسون برادر عزیز من نرخنامه را 20 بار نشون میدم شروع این ای 70000 توی 140 ای 70000 توی 140 خب آریان الله برکت یا خوار عزیز اینا بچه‌ها عزیز خواهش میکنم این همینجا بالنیستشون همینجا شرایطشون خوب اینجا بعد پلازما میکنن این اینجا موی سرچ کنه پلازما میکنن اینجا و تیاری میبینن برای جراحی همه چیز برای شما هستن اینجا دکتر بهترین دکترای خیلی همشون این آغاز مید در خدمت شما دوستان این همه دو تا جراحی خونه دارن دوستان دو تا جراحی خونه خیلی پگاهی به تیار شده ایش از این دخترک ها کار کرده سودیم اینه موی سر میچینه در اپارات میمونن ای اپارات میگیرن در سرشو میزنن دخترک ها کار کردن دخترک های ترکمنیه نیم خیلی موی سر میچسبونه دوستان خواهش میکنم کدمه موی سر چسبوندنی در روی اکران رقمش هستن نمی آریانا نوشته اگر 904 604 85 70 واتساپ شون نوشته از اون بابا جون سلام بگی خوب دوستان با خودت هر کجا باشه سرجم باشه الله برکتون تیا еще сколько продолжается час через 20 минут закончим через 20 минут да да بچه توریک خانم همچه شرایطشو تنج خوب دوستان نه همینجا مکا обязательно گاو زنه کجون خیر است اخی تمام جونشین بهتر شوش همینجا مالی من خستن خطا انتظار میشم خوب جون با چی تو بگم الله برکتون تیا با شما بود بابا جون 88 در آغاز مید زنگ بزنی و سلام بگی از اون من چیکار تو کنم کدمت باز تکرار میکنم من در همین آغاز مید در همین سنت پترزبورگم کدمت که امکانیت داره چیکار کنی و بیای موی سر چسبونی کی جویدان اینجا یک کافه بخوریم خب بخول تو میرین که اوقات میخوریم بختم که بخوریم اول بچه 20 minut بعد تیار میکنن بچه را ببینیم بعد بریم ببره در مسکو هم هست در مسکو همش هم نمروز مسکو در سنت پترزبورگ در کازان در چی میگن رستو на Дону در مسکو مترو نیکراسوفکا مترو белорусский ما حاضرش در شهر سنت پترزبورگ من برای بچهای شهر سنت پترزبورگ اومدم خوب او تیفایل نداره این اینجا پرش کن این ها نیست این اینجا داره دوستان این اینجا نه نداره ای نه ای بگی این ای پرش کن او نداره ای بگی اینجا شلنگ طور کرده اونجا میبرش الله برکتون تیا با شما بود بابا جان 88 خدا خیرتون تیا خوب زنگ زنی در خدمت شما السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته